بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض خدمت شما کسانی که این اکنون ما را چینل یوتیوب مسعود سادات تماشا میکنند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان امروز روز جمعه است، ساعت 3:30 بجه است. خواستیم که یک چکر لوگر بریم با سید صفا بچه خاله ما. خواستیم این مناطق سرسبزش بگردیم و فعلا هم در یکی از مکان‌هایی هستیم که واقعا هم بک‌گراند عالی هم بسیار سرسبز می باشد و بسیار جاها را گشتیم و خواستیم یک ویدیو برای شما هم بگذاریم و این جانب سید صفاست. میتونید معرفی کنید با دوستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم سید صفا سادات از ولایت لوگر هستیم، از ساحه کلنگار قریه سیدام. اینجا که هستیم با کربلای مسعود سادات آمدیم داخل جای سرسبز باقی است. ویدیو میگیریم دیگه، حال آسایستا میریم طرفای میریم دوستا بریم جایی هم تو خوب لوگر رو بگردیم با شما هم ویدیو می داشته باشیم. فعلا مکان‌های زیبایی که ببینیم دوباره برمیگردیم. دوستان یک جایی رسیدیم که قبلا دریا بود و فعلا هیچ چیزی نیست، خشک شده. میگه از جناب آقای صفا میخوایم که یک معلومات دهی باره تا چطوری قضیه رو بوده. این سالهای اخیر خشکسالی زیاد شده، کمابی آمده دیگه. وقت اینجا دریا تقریبا بالا را پر میرفت. حالا میدونید خشک زمین 3 سال 4 سال اخیر کمابی زیاد شده. و همین سخنت به مردم چی از در این مقابله که مثلا نوع صرفه‌جویی کنن؟ باید در یا بیتیات کنند، زیاد مصرف نکنند، با منچیهش مصرف کنند تا که از خشکسالی جلوگیری شود. تشکر دوستان. فعلا ویدیوهای دیگر از ولایت لوگر رو می‌داشته باشیم، دوباره برمیگردیم.
روستای سیدا قرار داریم و میخوایم که معلومات بدیم که در این زمین ها چی زیادتر حاصل میکنه و چی زیادتر مردمایی که اینجا زمیندار هستن چی زیادتر از سالانه حاصل میگیرن. آقای صفا، اینجا مردم زیادتر چی حاصل میگیرن سالانه؟ چی زیادتر میکارن به خاطر که چند وقت بعد حاصل بگیرن؟ مردم تقریبا کچالو میکنن، پیاز میکنن، گندم میکنن، گندم که زیو کرد برده از زمین قلبه میکنن، لوبیا میکنن، چیزا حاصل زیاد میده دیگه. مردم از ولایت دیگه میاین در اینجا بانجان میکارن، بانجان میفروشن دیگه. اینجا می حاصلاتش زیاد است دیگه چیزا حاصل میده خود زیاد. مردم طرف کچالو و بانجان رومی و اینی چیزا زیاد مردم از سمت جلال آباد میاین در اینجا. باز زیادتر دیگه باز به کابل هم فرستاده میکنن. فرستاده میشن از کابل. همین تربوز لوکرس و تربوز زیاد برده میشه، تقریبا 20 جرب 40 جرب 60 جرب کرده میشه و برده میشه و کابل برده میشه و طرفای دیگه ولایت ها. دوستا ویدیو رو داشته باشین بعداً بعد. عزیز، فعلا با آخری قسمت برنامه رسیدیم و انشاءالله جور صحتمند باشین همیشه دیگه. امروز که صفا خیلی به زحمتشان کردیم و کل جای از لوگر گشتیم. انشاءالله که همیشه جور صحتمند باشید. ویدیوی ما تا ویدیوی بعدی. الله نگهدار شما.